صنف نه میخونم. مکتب 37 دهه گلباغ، یعنی که دهه همسایه. 2.5 کیلومتر 3 کیلومتر هم خیلی ده. اما میخیزیم سحر میخیزیم اما ساعت 7 همین 7 داده تورین روز 2 ساعت رو هایو خم میریم هم لای چالده بعد لای چال اما پوچمون نمیشیم خیلی دیر مکتب میریم باز جواب شدیم با هم خیلی با میبینیم با هم لباس میپوشیم. هوای بارون در کمتون بارون میریم اگر برف زنه نمیتونیم رفته. بارون دخواه بینیم که بارون یکی کمکک باشه میریم بارون یکی بسیار سالی بعد باشه 2 سال گذشته نمیتونیم. راه خیلی امید جرای و غور امید جر و پر یعنی ما گشتگی هم برو. مثلا محله ما دورده سیاوجه مثلا از تو 4 ماده میخونن 2 صنف خونه ده مثلا 2 صنف روی همه یک با 3 میخونه 2 با 4 نمیدونی کدومش دست بده باقی ماندهش اینا میغور و غپا میرون گلباغ ده اینا بارون لای چال شوا رفتن نمیتونن اینا لای میان نمیتوننشون نداری لای اینا خیلی کم تا چیه با آب نشوکی هم نداره. این دهه امود دوره‌ای که ما مکتب خوندگی مثلا 30 سال 35 سال شدگی همین تا صنف 4 ما هم دهه همسایه گلباغ میرویم خیلی سالای ما هم بودیم هم خیلی عذاب بود حوضی هم خیلی بار رها وضعیتش بدتر شدگی جهرای بسیار خیلی امکانیت رفتن هم بگیم نیست این همین دخترای دهه ما ممکن 20 سال شدگی که فقط تا صنف 4 میخونن صنف 4 بعد 4 برم اگر در کار باشه اینا کدومی هم میپرسن پرسیدن گیرن حوضی را همین حوضی هم تا 4 میخونن برای که برای او طرف دهه همسایه گذاشتن یگم امکانیت نیست. دوره‌ای که ما جوان بودیم همون دوره در دخترها میرفتن همون دهه همسایه مکتب تا صنف 9 میرفتن نه که این همین سالای آخر دیگه امکانیت گذاشتن همون جهرو در نیست او دوره میگم که گاه رها را با طرز حشر و دیگر نموده ساز میکردن کمتر بهبودی بود حاضر و یک جهری و یک خیلی جهر فرامدگی بعدی همون دیگه امکانیت گذاشتن نیست برای همین دخترها تماما همون بچه ها هم روزایی که وای باشن نمیتونن مثلا بارانگری و برف باشه گذاشتن امکانیت نداره.